Столько людей собралось здесь. حالا در خیمه های مهاجران قرغیز در کنار راه آرنبورگ سمر قریب 500 نفر زندگی دارد. آنها شب را زیر خیمه یا ماشین و یا در کوچه روز میکنند. از اینجا تا گذرگاه نزدیکترین از مرز قزاقستان تقریبا 2 ساعت راه است. الدر ابیشف مهاجر قرغیز که 11 روز باز در خیمه های کناری راه زندگی دارد میگوید ما اتوبوس ها را کرا کرده آمدیم ولی اجازه نمیدهند که گذریم. ما حتی خیمه هم نداشتیم و 5 روز زیر یک کوپروک خواب و زندگی کردیم. تا زمان جاری شدن کرانتین در روسیه الدر در مسکو در یک قهوه‌خانه به حیث آشپز کار میکرد. وقتی کارگاهش را بستند او به جستجوی راه بازگشت به وطن شروع کرد. اول میگوید او به آنها وعده دادند که در یک پرواز مخصوص به بیشکک برگردانیده میشوند ولی این پرواز تشکیل نشد. با ما خبر رسید که در یک گوشه مسکو در مهمانخانه شهروندان قرغیزستان را جمع می آورند و اگر شماره معین جمع شد برای آنها پرواز مخصوص تشکیل می شود. ما به آنجا آمدیم ولی یگان هواپیما برای بردن ما نآمد. ما آنجا ماندیم و خوراکمان فقط مکران بود. دیگر چیزی برای خوردن نداشتیم. در میان آنهایی که به امید دریافت اجازه برای عبور مرز در راه زیر خیمه زندگی میکنند زنان و کودکان خردسال هم هستند. یکی از این زنان هم حامله‌دار است. اکثر آنها به سفارت قرغیزستان در روسیه مراجعه کرده و خواستار برگردانیدنشان به وطن شده بودند. مقامات قرغیزستان برای شهروندان خود از کمیته حالتهای فوق‌العاده منطقه آرنبورگ کمک پرسید. در پاسخ کمیته مذکور برای مهاجران خیمه و رخت خواب تشکیل کرد. حالا این خیمه ها را پلیس و کارمندان طبی نظاره می کنند. ساکنان لاگر به خوراک و موادهای طبی تامین می شوند. از حکومت ولایت آرنبورگ به بخش نستایش وریم گفتند مقامات روسیه آماده اند به مهاجران اجازه بدهند تا قلمروش را ترک کنند. اما فعلا برای روا طریق قزاقستان و نورسلطان، بیشکک و تاشکند یگان سازشنامه وجود ندارد. الدر میگوید کسی به آنها در این باره اطلاع نداده بود و حالا معلوم نیست که کی آنها را از مرز رها میکنند تا به خانه هایشان برگردند. ساکنان ناحیه بوزولوک آرنبورگ که در همسایگی خیمه های مهاجران زندگی دارند درباره ساکنان آن کم میدانند. پلیس نمیگذارد که آنها به مهاجران نزدیک شوند. یکی از ساکنان ناحیه گفت در محل خیمه نشین کرانتین جاری شده است و روا به اینجا قطعاً منع است. مکان زیست مهاجران شبانه روزی در زیر حمایه پلیس و طبیبان است. رفت آمد به خیمه‌گاه منع می باشد. هر روز به آنجا آب نوشاکی، هیزم و غذا انتقال داده می شود. مهاجران میگویند در بین آنها حالا کسی بیمار نیست و از طرف دیگر کسی هم از آنها تشخیص از کرونا ویروس نگرفته است. اخیراً ساکنان خیمه های کنار راه در یک مراجعه ویدیویی از رهبریت قرغیزستان برای به وطن بردنشان کمک خواستند. مقامات قرغیزستان خبر دادند که این مسئله حالا در بررسی است.